دلیل گریه‌های غزال عنایت چیست؟ غزال عنایت چی عضو خانواده‌اش را از دست داده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی غزال عنایت در کشور ترکیه و نشر تازه‌ترین تصاویر غزال عنایت و رجارایش که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوش صدای افغان با قلب مهربانش دل هزاران افغان را تسخیر کرده است و آهنگ‌های بی‌بدیلش را از زمان نوجوانی و سرودن آهنگ آغاز کرد و توانست در دلهای مردم افغانستان جایگاه هنری خاصی پیدا کند. غزال عنایت با نظیر خارا هنرمند مردمی افغان علم هنر موسیقی را آموخت، اما بعد از آن که به کشور کانادا رفت و سرودن آهنگ‌های دوگانه با قیس الفت آغاز کرد، توانست آهنگ‌های خوبی بسرایت و ویدیو کلیپ‌های آهنگ‌هایش را نشر کند. اما این تازگی‌ها غزال عنایت در رقابت هنری با آریانا سعید بوده است و به همین خاطر غزال عنایت تا کنون چندین بار تقلید لباس و ویدیو کلیپ‌های آریانا سعید را کرده است، ولی آریانا سعید تا کنون خاموشی کامل را از خود اختیار کرده است و جواب در بدل کارهای غزال عنایت نداده است. ولی غزال عنایت در کشور ترکیه زندگی می کند و در کشور ترکیه یکی از عزیزترین اعضای خانواده‌اش را از دست داده است. وی در سوک از دست دادن عزیزش نشسته است و مدت می شود دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. من بهشت برین برای تمام رفتگان و صبر جمیل برای تمامی بازماندگانش از خداوند متعال استدعا دارم. عزیزان و دوستانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. صحت و سلامت برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر، بدرود.